مسئولان هفته‌نامه آزیا پلوس میگویند مقامات رسمی به هیچ شرح و آگهی پیشکی وبسایت آنها را بستند که این مخالف قانون و به احترامی به آزادی سخن در تاجیکستان است. زیبا تاجیبایو سردبیر هفته‌نامه آزیا پلوس روز 22 اکتبر بر رادیو آزادی گفت وبسایت آزیا پلوس تیجی از طرف همه دسترس کنندگان اینترنت در تاجیکستان بسته شده است و مراجعت‌های آنها به خدمات مخابرات برای شرح مسئله نتیجه نداد. ماه اکتبر مقامات تاجیکستان دسترسی به ده‌ها وبسایت خبری و شبکه‌های اجتماعی را محدود کردند و سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق از حکومت خواستند این کارش را بس کند. درباره سبب‌های بسته شدن وبسایت آزیا پلوس صحبت داشتیم با زیبا تاجیبایو و از او نخست جزئیات این قضیه را پرسیدیم. دفعه‌های گذشته در گفتگوهای رسمی و غیر رسمی سبب‌های بستن وبسایت را شرح دادند، اما این دفعه تماماً با ما گپ نمیزنند. ما با مقامات خدمات علاقه تماس گرفتیم. من و بیگ ظهورف رئیس خدمات تماس گرفتن نتوانستم، ولی در هر بخش دیگر که تماس گرفتیم و گفتیم که آزیا پلوس هستیم گوشی تلفن را میپرتافتند. هیچ گونه شرح ندادند و من سبب‌های بستن وبسایت را حتی تخمینی هم گفته نمیتوانم، چون که ما در نشر شرح و نظرها در وبسایت معیارهای سخت‌تر جاری کردیم. یعنی ما تنقید و یا تحقیر نسبت مقامات سطحی پایانی را هم نمیمونیم. شما برای جبران خسارات نشریه ضد خدمات علاقه و یا پروایدرهای اینترنتی اقدام میکنید؟ اگر ما به دادگاه مراجعت کنیم، حداقل از پروایدرهای اینترنتی جبران خساراتی که به ما رسیده است طلب میکنیم. در اینجا حلقه که ما را با خدمات علاقه وصل میکند پروایدرهای اینترنتی هستند و ما حق داریم که آنها را به دادگاه بکشیم. خدمات علاقه را ما نمیتوانیم به دادگاه بکشیم، زیرا هیچ گونه فرمان آنها را برای بستن وبسایت نداریم. ما این گونه سند را نداریم و از این رو من حق ندارم از روی خدمات علاقه شکایت کنم. زیبا تاجیبایو سردبیر هفته‌نامه آزیا پلوس صحبت میکرد.